با درود به همه. امروز عزیزی در مورد از دست دادن یکی از دوستاش با من صحبت کرد. ببینید، در زندگی ما، در زندگی نباتی ما، مرگ چیزیه که باید اتفاق بیفته. مرگ تموم شدنی نیست، اما سوگ تموم شدنیه. به اندازه کافی سوگواری بکنید، هیچ اشکالی نداره. احساساتتون رو، آنچه که شما رو داره اذیت میکنه رو با هر چیزی که احساس میکنید آرومتر میشید رو به تعادل برسونید. مدیتیشن خیلی بهتون کمک میکنه. حرف زدن با دوستاتون کمک میکنه. ارتباط برقرار کردن با خانواده و راهکار گرفتن برای صبوری بهتون کمک میکنه. یه سری وقتا اگر که ما اجازه بدیم که سوگمون طولانی بشه، خودمون غرق در جهانی میشیم که احساس ناامیدی سراغمون میاد. 1. بپذیر. 2. خودتو به آرامش برسون. 3. سعی کن با آدم‌های ارتباط برقرار کنی که تو رو آگاه میکنن از این مسئله.